دوستان عزیز سلام، محمد ضیا بامیانی هستم با ویدیوی جدیدی در بخش سلری تکسیشن. قبل از اینکه ما بریم به دیتیل سلری تکسیشن، دو موضوع رو میخوایم برایتان یادآور شوم و اویی که تمام پول یا مبالغ را که شما در جریان یک دوره زمانی مشخص چی از بابت دستمزد، ترانسپورت، غذا و یا هم اضافه کاری دریافت میکنین تابع مالیه میشم. و همچنان موضوع دومی که دریافتی ها از طرف سازمان ها یا پول ها از طرف سازمان ها به صورت در مقطع زمانی های مختلف پرداخت میشه، یعنی میتونه به صورت یک ماه یک بار باشه، میتونه در یک ماه دو بار باشه، میتونه به صورت هفته‌وار و یا هم به صورت روزانه باشه که محاسبه مالی هر کدام از اینا متفاوت است. ولی آنچه در افغانستان معمول است پرداخت ها به صورت ماهوار است و ما در مثال ما مالیه یک ماه را حساب میکنیم. بر اساس قانون وزارت مالیه، زمانی که پرداختی ها برای یک کارمند از حد 0 تا 5000 باشه شامل مالیه نمیشه. زمانی که پرداختی ها برای یک کارمند از 5000 افغانی افزایش پیدا میکنه الا 12500 تابع 2% مالیه میشه و هر زمانی که پرداخت برای یک کارمند از 12500 افغانی افزایش پیدا میکنه الا 100000 شامل 10% مالیه جمع 2% 12500 و همچنان زمانی که مالیه یک کارمند بیشتر از 100000 میشه 20% مالیه جمع 10% مالیه 100000 روی ماشش وضع میشه. برای مثال ما اینجا به این صورت در نظر میگیم که در صورتی که یک کارمند ماشش 12500 افغانی باشه، مالیش به این صورت محاسبه میشه که 12500 افغانی منفی 5000 ضرب در 2%. یعنی اگر فیکس پرداختی برای یک کارمند 12500 افغانی باشه باید 150 افغانی مالیه پرداخت کنه و چنانچه پرداختی ها برای یک کارمند فیکس در حد 100000 افغانی میشه، مالیه از او میشه 100000 منفی 12500 ضرب 10% جمع 150 افغانی که مالیه 12500 است. یعنی اگر یک کارمند ماشش 100000 افغانی باشه، مجموع مالیه‌ای که او باید پرداخت کنه 8900 افغانی است. ما در قالب یک مثال در نظر گرفتیم دوستان عزیز. اینجا ما 3 تا نفر در نظر گرفتیم که اینا در بخش‌های مختلف کار میکنن و معاشات یا امتیازات متفاوتی دریافت میکنن. مثلا آقای فرهاد تمام پرداختی ها از قبیل دستمزد و اضافه کاری و مثلا پول غذا همش